نوشت اسمانی. در سرزمین اسکایازودیا، پرنسس مایا، دختر کوچک ملکه لیا، با اژدهای سیاه کوچکش بلوکی زندگی شادی داشت. او بیشتر وقتش را در قصر با خوردن شیرینی و بازی با بلوکی می‌گذراند. پرنسس کنار خانواده‌اش همیشه خوشحال بود. با مادرش همیشه میگفت تو دختر زیبا و شجاعی هستی، ولی شکم و فضول. روزی پدرش، شاه فرانکو، در حالی که زره جنگیش را پوشیده بود، به پرنسس مایا گفت دخترم، باید به جنگی بزرگ بروم، اما قول میدهم که باز خواهم گشت. ارتش آزودیا به رهبری شوالیه طلایی با زره درخشان در مقابل ارتش اهریمن سیاه سفارایی کرده بود. نبردی سرنوشت ساز در راه بود. ارتش سیاه و اهریمنی با زره‌های تیره روبروی ارتش آزودیا صف کشیده بود. دو ارتش در سکوتی سنگین به هم خیره شده بودند. آرامش پیش از طوفان. جنگ آغاز شد. صدای شمشیرها، فریادها و سم اسب‌ها سراسر میدان را پر کرده بود. ارتش آزودیا با تمام توان در برابر تاریکی ایستادگی می‌کرد. ارتش آزودیا تا به مقاومت نیاورد، زیرا تعداد ارتش اهریمنی بیشتر بود. نیروها یکی یکی سقوط کردند و در نهایت فرمان عقب نشینی صادر شد. پادشاه فرانکو بر فراز صخره‌ای بلند ایستاده بود و با نگاهش میدان نبرد را نگاه می‌کرد. دستش را بالا برد. در یک لحظه بارانی از تیر از دل آسمان بر سر دشمن فرو ریخت. در میان دود و تاریکی ژنرال غول‌پیکر ارتش اهریمن‌ها از دل سپاه بیرون آمد. زمین زیر پایش می‌لرزید. او غرش بلندی کرد. در میان ارتش طلایی شوالیه‌ای با زره سفید قدم به میدان نبرد گذاشت. او به سوی ژنرال تاریکی رفت و رو در رو مقابلش ایستاد. نبردی میان نور و تاریکی آغاز شد. شوالیه سفید با شجاعت تمام به دل تاریکی زد. نبردی سهمگین آغاز شد. ضربه ها یکی پس از دیگری ردوف می شد. شوالیه با تمام توان مقاومت می کرد. در پایان صلح بازگشت و مردم دوباره شادی کردند. پرنسس مایا به همراه پدر و مادرش در مراسم پیروزی شرکت کرد. اما در دل تاریکی موجودی شیطانی دیگر در کمین بود.